روی آوردن به علم آموزی خصوصا به علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی خود قدمی با اعتماد برای رشد استواری اقتصادی کشور و تامین رقابت‌پذیری کشور در عرصه جهان میباشد. زیرا در مرحله نوی رشد تاجیکستان نقش علم و تفکر علمی در حل مسائل‌های اقتصادی، اجتماعی و بنیادی خیلی مهم است. در زمان معاصر علم به عامل مهم رشد و نشان دهنده اساسی اقتدار کشورها تبدیل یافته، متخصصان بلند اختصاص و از علم زمانوی آگاه قوه اساسی استحصال کننده به حساب می‌روند. در این زمینه مقام و جایگاه هر یک کشور در عرصه بین المللی محض از اقتدار نیروی ذهنی، درجه رشد اینوواسیونی و دستاوردهای نظر است در سمت علم و تکنولوژی معاصر وابستگی عمیق دارد. نشاندش به دانش در آموختن که گوهر شود سنگ از افروختن. اینک برنامه وارثان علم مهمان دانشکده دولتی آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت است تا از دستاوردهای عالمان جوان برای شما قصه کند. پس برنامه‌های تلویزیون علم و طبیعت را حتما همراهی نمایید. اهل‌دین سعید جعفرزاده زاده کوهستانی دیار بوده. سال 1992 در عائله آموزگار به دنیا آمده است. سال 2010 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 2 به نام جورقل رزاق و ناحیه رشت را با بهای خوب و اعلی ختم نموده. همان سال به فاکولته تکنولوژی اینوواسیونی و کامپیوتری دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان داخل گردیده. آن را سال 2014 با موفقیت ختم نمود. اهل‌دین سعید جعفرزاده فعالیت مهنتی خود را از ماه سپتامبر سال 2014 به حیث اسیستنت کافدره اینفرماتیکا و برنامه‌سازی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت آغاز نموده. با قابلیت تشکیلاتچی و مسئولیت شناسی در مدت کوتاه همچون آموزگاری فعال و نوآور شناخته شد. سال‌های 2015-2019 معاون دکان عاید به تعلیم در فاکولته طبیعی ریاضی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت. سال‌های 2019-2020 راهبر مرکز مشورت به نقشه‌گیری نظام کردیتی تحصیلات در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت. سال‌های 2020-2024 دکان فاکولته طبیعی ریاضی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت و سال 2024-2025 یاور رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت فعالیت نموده است. از ماه سپتامبر سال 2025 تا این جانب به حیث دسنت کافدره اینفرماتیکا و برنامه‌سازی همزمان دکان فاکولته تکنولوژی‌های رقمی و الکترونی کار و فعالیت می‌نماید. سامانه ساخته شده ما که امروز در درس سامانه سازی معلقه سامانه رو ترتیب دادیم. سامانه یعنی سامانه فاکولته تکنولوژی رقمی و الکترونی میباشد که ما در یک جایگی با شما کد برنامه را ترتیب دادیم و این چنین در ترتیب دادیم و این چنین روزانه اساسی سامانه نیز چکار پیدا نمودیم. روزانه اساسی سامانه ما چنین شکل را دارد و از بندهای زیرین عبارت است. یعنی که بندهای اول معلومات پورا درباره چی می رود؟ خودی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت می رود. اهل‌دین سعید جعفرزاده اپریل سال 2025 رساله نامزدی خود را در موضوع کارکرد اصولهای تکمیل دانش‌های متماتیکی خوانندگان صنف هشتم ضمن آموزش فنی الگبرا با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی دفاع نموده است. این عالم جوان مؤلف زیاده از 60 انتشارات میباشد، از جمله یک مونوگرافیا اصولهای تکمیل دهی دانش‌های متماتیکی در روند آموزش فنی الگبرا با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی، 3 واسطه تعلیمی، پرکتیکوم حل مسئله‌ها از اینفرماتیکا، بسته‌های آفیسی و تکنولوژی اطلاعاتی در فعالیت حقوق شناسی، 5 برنامه تعلیمی و زیاده از 42 مقاله علمی و علمی عمومی میباشد. اینچنین موصوف با 20 معروضه در کنفرانس‌های سطح جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده، نتیجه‌های پژوهش‌های علمی خود را معرفی نموده است. با اوج و موج زندگی، با آهنگ روزگار، با موسم و زیبارنگی طبیعت اینک مهمان هستیم در ناحیه رشتان زمین. برنامه وارثان علم را این نوبت در دانشکده دولتی آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت روی نوار می‌آوریم و با قهرمان نوبتی شما را آشنا می‌سازیم. اهل‌دین سعید جعفرزاده عالم جوان است که الکی در سن سال جوان خود نامزدی خویش را حمایت کردند و در این دانشگاه با نفوذ کار و فعالیت پرثمر دارند. خب این لحظه برای بیننده ما ابراز می داشتید که میان کسب‌های مختلف چرا جاده آموزگاری را پیشه کردید؟ تشکر زیاد. آموزگار را تربیتگری بشر میگویند و من نیز در عائله آموزگار به دنیا آمدم. پدرم
بیش از 50 سال سابقه کاری آموزگاری دارد و محض برای همین من این کسب را انتخاب نمودم. سال 1999 من به مکتب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 با نام جورقل رزاقوف به صنف یکم قدم نهادم و تحصیل را من بعد در آنجا ادامه دادم. از صنف هفتم که با فن تکنولوژی اطلاعاتی در که برنامه تعلیمی پورا با تعلیم فرا گرفتیم. من اولین آموزگارم پدرم بودن که ما را از این فن درس میگویم و از خودی همان سال در من شوق و رغبت این فن در من پیدا شد. من به خود این کسب را انتخاب نمودم و در پیش مقصد گذاشتم که من آموزگار باید شوم. خب میگویند که میان کسب‌های مختلف دو شخص حقی خطا کردن ندارند، یکی آموزگار که به واسطه به روح انسان سر و کار دارد و یکی طبیب. شما ترس نداشتید که آیا در این کسب موفق میشوید یا نه؟ البته این هر یک کسب که انتخاب میکنی بهتر یک استعداد یک هیجان شما را فرا میگیرد. بعداً مشکلی ها بودن در اینجا بودن، موفقیت ها بودن و خوشبختانه که موفقیت ها از مشکلی ها دیده بسیارتر بودن، ما تونستیم در این جاده در این کسب موفق شدیم و سزاوار نام آموزگار گردیدیم. خب من اطلاع گرفتم که الکی شما رساله نامزدی خویش را در سن جوانی حمایت کردید و میگفتید که موضوع اختیار کرده شما چی بود و با راهنمایی کدام استادان به این موفقیت دست یافتید؟ من سال 2020 به حیث عنوانجو در کافدرای مکانیک و متمتیک دانشگاه ملی من به حیث عنوانجو فرمان شدم و موضوعی که من انتخاب کردم موضوع کارکرد اصولهای تکمیلی دانش‌های متمتیکی خوانندگان ضمن آموزش فن الگبرا با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی بود. در این جاده استاد سعیدزاده اسرائیل محمد میباشند که در یک جایگی به من کمک نمودند که من نامزدی خود را در این موضوع دفاع نمایم و محض برای این موضوع را من از صنف 8 انتخاب نمودم که کارکرد اصلاح تکمیل دانش‌های متمتیکی خوانندگان ضمن آموزش فن الگبرا با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی، یعنی که در صنف 8 مسائل متمتیکی هستند که در رابطه با برنامه MS Excel آنها را حل نمودن بسیار خلای است و صنف 8 تکنولوژی اطلاعاتی باشد و صنف 8 فن الگبرا با هم یک رابطه دارند. ما در یک جایگی همین با رابطه بین فن اینفرماتیک و متمتیک ما همین صد محض انتخاب نموده. در برابر تدریس دانشجویان در این دانشکده شما در وظیفه‌های گوناگون فعالیت کردید. میگفتید که چگونه آموزگار با دارایی کدام مهارت و ملکه پداگوژی میتواند هم صاحب کتاب باشد و هم نفری که در ایفای وظیفه‌اش خدمت شایسته کند. پیش از آنکه کسب آموزگار را انتخاب میکنند الکی برای تیار نمودن کادرهای بالالیاقت تمام کوشش و غیرت خود را باید کند و اینچنین برای تیار نمودن کادرها الکی خود نمونه عبرت باشد برای دانشجویان و برای تیار و آماده نمودن مثل مقاله های علمی، مقاله های عمومی، واسطه های تعلیمی پورا خودش آماده نموده و محصول تیار نموده خود را بهر شاگردان پیشکش نماید تا که شاگردان از آنها استفاده نموده و در آینده همین کسب را در دل آنها جای نموده و دانشجویان هم باشند در این جاده باید قدم گذارند و انتخاب کنند که ما هم در آینده باید آموزگار شویم. آموزگار باید هم قدمی زمان باشد. بسیار که عصر تکنیک و تکنولوژی است، تمام دانشجویان نوابسته از اختصاص باید استفاده تکنولوژی اطلاعاتی را از عهده‌اش پورا برآیند و ما همین جاده را انتخاب نمودیم و پیوسته کوشش میکنیم که تمام دانشجویان ما استفاده تکنولوژی حاضر زمان را درست به راه مانند و در باره این ما مقاله ها نشر نمودیم و واسطه های تعلیمی نیز از چاپ برآوردیم که برای پیشبرد کار دانشجویان بسا به مورد است. پیش از آغاز درس باید ما دانشجویان را در باره تربیتی و تندرستی، میهن‌پرستی و پیروی به سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت را دانشجویان را فهماندهی گذارانیم و بعدا وابسته به تخصص و درس خود را دانشجویان پیشنهاد کنیم. برای خدمت‌های بسیار ساله بین‌نقصان در ساحه معارف، سهم ارزنده در تعلیم و تربیت نسل نو است. تیار نمودن کادرهای بالالیاقت و اشتراک فعالانه در حیات جمعیتی. اهل‌دین سید جعفرزاده با نشان اعلاچی معارف و علم تاجیکستان سال 2021 و یک قطار افتخارنامه و سپاسنامه‌های رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت سال‌های 2015-2020 سرفراز گردانیده شده است. من 10 سال باز اینجا در دانشکده آموزگاری تهران در ناحیه رشت کار و فعالیت میکنیم و در این مدت با سید جعفر و اهل‌دین الیاسوویچ همکار هستیم، دوست هستیم، برادر هستیم.
Саҷафару Адин Ильёсович шахсиятҳое мебошад, ки касби худро сидқан дӯст медоранд. ӯ бо ҳамкасбон муносибати хуб доранд. дар ҳар лаҳзаҳо омода аст, ки ба ҳамкорон, ба шогирдон дасти ёрии худро дароз намояд. Саҷафару Адин Ильёсович шахси созандаву ободкор буда, зиёдтар ба варзиш ва китобхонӣ шавқу рағбати зиёд доранд. Устод мутахассиси хуби соҳаи хеш буда, нозугиҳои фанни хешро аз худ намудааст ва дарсҳои худро бо як методҳои муосир ба роҳ монда шогирдҳоро дар тайёр намудани барои талабот ва бозори меҳнати муосир имрӯзҳо омода месозанд. ва ин гуна мутахассисон имрӯзҳо метавонанд, ки завқи донишҷӯёнро ба хондан, ба илм аз худ кардан ба ин соҳа зиёдтар ҷалб намоянд. ва мо умед ба он дорем, ки дар даврони соҳибисхонии кишвар инчунин олимон шумораашон рӯ ба афзоиш меёбад ва дар тайёр намудани